چایکار وقتی حمایت نکنه با چه انگیزه‌ای به چای بشینه؟ این چایان که با موقع پونوشو ندن، ایرانی چایان که نخورم. ما تو طبقه داری خود زمینی کنن نفرشن چیکار کنم؟ تو اول یه چی راکار هدی ایشو دلگرمی داشته و امروز تو چایشینی معلومه که چه که هدن واقعا اگه همه خشکی بیتن. یه کیسه کت خدا تومان، یه کیسه سم خدا تومان. چیکار بکنم؟ مجبورم بفرشم. باید یه کاری بکنیم. همه کارو بودن، به والله همه کارو بودن. او بریتانیای کبیرم مدت‌ها برای اینکه از خوش تولیدات حمایت کنه، هیچ چایی حمایت بکنه، حتی جنگم را تو داد. حالا اما که اصلا توان این کارو نداره. ولی واقعا دولت من چای ایران من تبدیل به یک کالایی بکنه که الان که حدوداً یه درصد خیلی کمی از مردم ایرانی کالای مصرف کردن و ایشون سلیقه مصرف در واقع هنوز همون سلیقه مصرف شرکت‌های تولید کننده چای در کمپانی هند در واقع بریتانیاییه. یعنی این چایی که مردم جنوب غرب کشور دوست دارن و همین چای نخونن به خاطر اینکه ایشون ذائقه خیلی سال شکل بیته، چون ایران بازار او چایی بود. اما من نصیبیم این همه سال کاری بکنیم که مردم ذائقه وگرده بود چایی که ایران من تولید برداره. چایکارم چایکار میده سال بر کار، همه با خوبه که با چه داره چینه بهار. برگ سبزم و چینم میموشم در چینم، رج برد چای باغ و چینم. برابو دو بچینه تی بولا پا بچینه، برابو دو پا بچینه تی بولا پا بچینه. بدو بیه شده گیته بر شده گیته. کلگیر تی زمته این خدا جی رحمته. چایکارم چایکار می دستون بر کار.